بعد حمله احتمالاً کیمیایی در سوریه، رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا از مسکو خواست همکاریش با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را بازنگری کند. تیلرسون روز 5 اپریل در واشنگتن گفت آنها شبهه ندارند که حمله وحشتناک کاری دستی نیروهای سوریه بوده است. ما هیچ شبهه نداریم که رژیم سوریه تحت رهبری بشار اسد مسئول این حمله وحشتناک است. به عقیده ما وقت فرا رسیده است که روسیه واقعاً باید با احتیاط درباره ادامه پشتیبانیش از رژیم اسد فکر کند. بنا به گزارش‌ها در حمله کیمیایی در ولایت ایدلیب در روز 4 اپریل بیشتر از 70 نفر کشته شدند. جامعه بین الملل حمله را به شدت محکوم کرد، ولی حکومت‌های سوریه و روسیه میگویند گاز زهرآگین از انبار اسلحه شورشیان خارج شده است که آنجا نیروهای سوریه در شهر خان شیخون هدف قرار گرفتند. آمریکا این ادعا را رد می‌کند.